سیزف شاه افسانه یونان محکوم شد تا سنگی عظیم را به بالای کوه ببرد. هر بار سنگ را به بالا می برد، اما درست قبل از رسیدن به قله سقوط می کرد و همه تلاشش هدر می رفت. با اینکه می دونست تلاشش بیفایده است ادامه می داد. این داستان به ما یادآوری میکنه که ادامه دادن کورکورانه در مسیر اشتباه نه از تو قهرمان میسازه و نه یه موفقیت واقعی. روانشناسی امروز میگه انعطاف ذهنی یعنی تشخیص بدی اینکه کجا باید ادامه بدی و کجا باید مسیر رو رها کنی. مغز افرادی که انعطاف ذهنی دارن به جای هدر دادن انرژی روی مسیر بیفایده روی یادگیری و رشد واقعی متمرکز میشه. یادت باشه بعضی تلاش ها هرگز نتیجه نخواهند داد و ادامه دادنشون صرفاً اتلاف انرژیه. بهترین کار اینه که مسیر اشتباه رو رها کنیم و انرژیمون رو روی کارهایی بگذاریم که ارزش واقعی دارن.